دو سرباز گارد ملی آمریکا روز چهارشنبه در نزدیکی کاخ سفید هدف تیراندازی قرار گرفته سخت مجروح شدند. مقامات حادثه را حمله غافلگیرانه خواندند. سربازان از واحد گارد ملی در ایالت ویرجینیا غربی در چند متری کاخ سفید به گشت زنی مشغول بودند. جف کیرال معاون سردار پلیس واشنگتن در نشست خبری گفت که حادثه تقریبا ساعت 2:15 بعد از ظهر رخ داده است. آنگونه که گفتم ظاهرا فرد مسلح ناگهان به سربازان گارد ملی حمله کرده است. او را سربازان دیگر گارد و مقامات انتظامی زود بازداشت کردند. به گفته پلیس سربازان دیگر حمله‌ور را زخمی و سپس دستگیر کردند. کش پاتل مدیر خدمات تحقیقات فدرالی آمریکا گفت که وضع دو سرباز وزنین است. یک نماینده وزارت عدلیه گفت که گمانبر رحمان الله لکنوال شهروند 29 ساله افغانستان و ساکن ایالت واشنگتن می باشد. حادثه همچون عمل تروریستی تفتیش می شود. رحمان الله لکنوال سال 2021 توسط برنامه روادید مخصوص برای گروه خاص افغانها به امریکا رفته است. در آن سال ایالات متحده هزاران نفر از افغانهای را پذیرفت که به نیروهای امریکا در افغانستان کمک می‌کردند و بعد از بازگشتن طالبان به قدرت جانشان به خطر افتاد. اما مهلت روادید او پایان یافته، حضورش غیر قانونی بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به این حمله در یک پیام ویدیویی در شبکه اجتماعی گفت: همچون پرزیدنت آمریکا من تضمین می‌دهم حیوانی که این جنایت را صادر کرد سخت‌ترین جزا را بگیرد. خدمات مهاجرت آمریکا شام چهارشنبه گفت که بررسی درخواست‌های مهاجرت شهروندان افغانستان را موقتاً بازداشت. این قرار را پس از اظهارات دیگر ترامپ اعلان کردند. ما باید دوباره پرونده همه شهروندان خارجی را که در عهد بایدن از افغانستان آمدند بررسی کنیم و همه چاره‌های ضروری را بیاندیشیم تا بیگانگان نالازم و بیفایده برای کشور از اینجا خارج کرده شوند. پیت هکست وزیر دفاع یا وزیر جنگ آمریکا گفت که برای تأمین امنیت در واشنگتن نیروهای بیشتر فرستاده می شوند. پرزیدنت ترامپ از من خواست و من از فرمانده ارتش خواستم به واشنگتن 500 سرباز علاوگی گارد ملی را فرستد. نیروهای گارد ملی را ماه اوگوست بر رغم مخالفت مقامات محلی و دموکرات‌ها به واشنگتن فرستادند.